بانک ملی تاجیکستان به حکومت کشور پیشنهاد کرده است که به قانون‌های جنایی و ماموری تاجیکستان تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شود و بر اساس این تغییر و علاوه‌ها آنهایی که بیرون از بانک‌ها به مبادله اسعار سر و کار می‌گیرند به جوابگری جنایی کشیده شوند، مخصوصا شخصان واقعی. مسئولان بانک ملی میگویند هدف از این پیشنهاد پرزور کردن جوابگری شخصان واقعی برای غیرقانونی انجام دادن عملیات مبادلوی و استفاده اسعار خارجی است. پیشنهاد بانک ملی به حکومت تاجیکستان در حالی است که قانون جنایی تاجیکستان برای مبادله غیرقانونی اسعار کیها مجازات تعیین کرده است. ماده 286 کدکس جنایتی است که دورگیری غیر قانونی با اسعار خارجی را همچون جنایت اعتراف نموده است و در صورت در نوبت اول وقتی که یک مصدر می شود این جوابگری ماموری را وجود می آورد و اگر در دوام یک سال بعد دادن جزای ماموری اگر باز همون حرکت را تکرار کرده باشد شخص اونگاه نسبت این شخص فرآیند جنایتی آغاز کرده می شود ماده 286 و به جوابگری جنایتی کشیده می شود. طی یک ماه اخیر تمام صرافی ها در کشور بسته شده بر اساس یک دستور بانک ملی تنها بانک ها، نقطه های انتقال پول و سازمان های قرضدهی از حق عوض اسعار خارجی برخوردار شدند. اقتصاددان های تاجیک میگویند شدیدتر کردن فعالیت صرافان دو جنبه دارد که یکی مثبت است و دیگری منفی. فشار بیاریم همون قدر یعنی رژیم قرب اسعار ما یعنی تغییر یابنده می شود. یعنی از سمت رژیم اسعار آزاد شنا کننده تنظیم شونده بر رژیم اسعار ثابت شده میگذرد. ساکنان نیز از شدیدتر گردیدن نظارت کار صرافان نگرانی نموده این را یک فشنگ دیگر بر سر تاجران و مردم عنوان کردند. مشکل میشه آخه که نیست پیش که پول در کارت میشه چی میشه و بانک ها محکمه چیکار میکنه روز یکشنبه کار نمیکنن و بعد خوب میشید که در وای تحت نظر خچو میشدن اجازه میدادن شون بهتر میشه. کاهش قرب روبل روسی و کم شدن انتقال پول مهاجران به کشور بحران اقتصادی در تاجیکستان را که سالها باز گاه پست و گاه بلند می شود شدت بخشید و به همه بخش‌های اقتصاد و قبل از همه به قرب پول ملی سامانه تاثیر گذاشت. در طول 11 ماه اخیر سامانه قرب خود را در برابر دلار تا 30% از دست داد. صرف نظر از تلاش‌های بانک ملی برای لجام زدن به قرب دلار و یورو، اقتصاددان‌ها جهش‌های من بعده ارز خارجی را از احتمال دور نمی‌دانند.